سلام. ریاست امنیت ملی گفته است به زودی انتقام حمله سمنگان را خواهند گرفت. امریکا و ناتو، ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه و شماری دیگر از ادارات حمله طالبان بر ریاست امنیت ملی سمنگان را نکوهش کردند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، گفته است ایالات متحده بر توافقات دوحه عمل کرده، اما طالبان خشونت در مقابل نیروهای افغان را افزایش داده که خلاف توافقنامه است. کمیسیون حقوق بشر از کشته شدن و زخمی شدن نزدیک به 3000 فرد ملکی در 6 ماه نخست سال جاری میلادی خبر می‌دهد. اداره یاد شده در گزارش تازه خود نوشته است که این تلفات در 880 واقعه رخ داده است. وزیران خارجه افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان بر انکشاف تجارت و ترانسپورت به منظور استفاده خوب از توافقنامه رای لاجورد موافقه کردند و اداره خط آهن از واردات 210,000 تن اموال تجارتی در 2 هفته گذشته از طریق راه خط آهن به کشور خبر می‌دهند.